حاجی امروز داشتم فکر میکردم، میگم من همه چی رو باید بگم. ای پدر مادرهایی که از توی سوشال مدیا عاشق هم میشین، ای پدر مادرهایی که از روی هوس با هم بچه دار میشین، ای پدر مادرهایی که میگین بچه نمیخواستیم اتفاق افتاد حالا گفتیم نگه داریم. بابا بچه مسئولیت داره. بابا من نمیتونم با یک زن زندگی بکنم. یه زن اگه 6 بار به من زنگ بزنه در روز من عصبانی میشم. چرا؟ چون مادر نداشتیم. شوکت بنده خدا من دنیا آمدم از من 50 سال بزرگتر بود. یا اگر بچه دار میشین باید بسوزین و بسازین. آقا جان یه انسان رو به این کره زمین آوردین، شما یه یوزری رو آوردین که خودش نمیخواست بیاد. این مریضی ها سالها بعد میزنه بالا. برادر من ازدواج کردین، اگر بچه دار شدین از هم جدا نشوید، نذارین خاله و دایی و ننه و خاله بندازن بینتون. متوجه شدی چجوری شد؟ زندگی یه جوان خراب میکنی. زندگی اون بچه گناهی نداره، اون بچه گناهی نداره، زندگی اون بچه رو خراب میکنی. الان هم اگه میخواید جدا بشین دوبار فکر بکنین. اگر میبینین همدیگر رو دوست دارین، مشکلی با هم ندارین، تنها کاری که میکنین رفت آمد خانوادگیتون رو با اون اکیپا قطع بکنین. حتی اگر فکر میکنین اینا مقصر نیستن، یه تغییری تو زندگیتون بدین. آقا اگه توی خونه با پدر مادرتون زندگی میکنین، برین یه جای دیگه با هم امتحان بکنین، جدا نشین از هم دیگه. اگر بچه دارین فردا صبح باید برین روز آخر امضا کنین طلاق بدین، یه بار دیگه فکر بکنین. یه مقدار وجدان آدم باید داشته باشه. وجدانهاتون رو بیدار کنید، وجدانهاتون رو بیدار بکنین. زندگی خیلی ساده تر از اون چیزهایی که شما بهش فکر میکنین. زندگی خیلی ساده است. زندگی خیلی ساده است. در کمال این ساده بودن راه درست هم جلوته. اصلا همون چیزی که بهش اول فکر میکنی راه درسته. مادر اگر داری که بالا سرت داره میجنگه، حالا پدرت در قید حیات نیست، پدرت رفت، پدرت ازدواج کرد، مادرتو خب شبا که داری میخوابی نگو خدایا شکرت، فقط به مادرت، اون میشه خدای تو. آره خدا جای دیگه نیست، خدا تو خونت همون لحظه.